خوب؟ وای خوش با آنی نه گوش که گپ زنه ایشان میونه که جاو میده آمد زنش یک 2 سانتیمتر دیگه زنش کما که دیگه زنو بیشتر نه شود جانم فدایی یسوانت یا رسول الله چون بین نجومی از تکلم های زیبایت چون بین نجومی از تکلم های زیبایت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، آنایی که صدای ما را میشنوید. الحمدلله امروز خدا خواهد من محله عدیل یعنی کوچه زیرک الحمدلله امروز خدا خواهد در خدمت خانه خدا هستم. الحمدلله یعنی اهل و قوم و جمعیت ما یک جایه یکتن انشاءالله خدا خواهد برای آبادی مسجد همه خدا خواهد میون بسته سیم. الله سبحانه و تعالی انشاءالله خدا خواهد از ما و شما راضی شدگی باشد. الحمدلله من با هوا نقش سکسکای سایسته من سک زینای مسجد است خدا خواهد صحنه‌های مسجد اطرافهای مسجد آباد کردن خدا خواهد بازم حرکت میکنیم. استادای محترم در انشاءالله در اون خدمت دارند مدت یک ماه است یک ماه است. الحمدلله یعنی هر روز یک وجه هم باشد انشاءالله و پیش رفته شدیم. الحمدلله خدا شکر به عدد. البته به یاردم شما به دعای شما خدا خواهد انشاءالله مسافرای عزیز. البته ما از مسافران منتدار هستیم که هر روز الحمدلله خدا خواهد ما را دستگیری میکنند، چه از انشاءالله مملکت های خدا خواهد انشاءالله شهرهای تامس قامس کوت انشاءالله خدا خواهد یا که از وطن خود ازبکستان قرقیزستان تاجیکستان الحمدلله یک جای خدا خواهد برای آبادی مسجد یعنی یاردم کسیدن. الله سبحانه و تعالی این برادرام روزی شدگی باشد سعادت این دنیا و او دنیا الله سبحانه و تعالی مشرف شو بگرداند. البته چی مقصد و چی آرزوها دارن این مسافرها؟ صحت بوده انشاءالله سلامت یک با کسای باری های سرخ نزد خاندان نزد وطن عزیز برگشت الله نصیب بدارد. من امروز خدا خواهد یکی برادر خدا خواهد از این محله هستن یک چند سخن میکنه در رفتی کاری خدا خواهد انشاءالله این مسجد ما. السلام علیکم همدیگران عزیز. من امروز در دهه ما در مسجد محله زیرک ما با یاردم آمدگیم یکمین با خوشوی ما شوکت میرزایی رحمت میگن که در همین زمان برای مسلمانان همین خیلی مسجدها برای کشاده استفاده بردن به نیت غمخواری بسیار کردن. من از نام خودم از نام تمام محله من با امام مسجد ما هزار رحمت میگم که برابر همینا من مسجد ما با همین روز با همین منظره رسیدن. من استایی که ای شهرهای عظیم مدن یاردم کردن با اینا یکم عمری دراز رزق فرا در آینده چه آرزو نیت ها دارم به همین روزا رسونن. آمین. ما امیدواریم که وطن مشیار پیش بینهایت قشلاق زیبا بود. در این قشلاق بینهایت مردم پاچه دستاش رستگی های و نه یکمین عثمان یوسف اومده کانال ها شده زمین ها و کرد. من عثمان خوجای پاشای که وای بود من از سلطنت کرده قشلاقای ما که هر روز سیل زیر کرد هر سالی و ایرو میکرد. همین بینهایت ما مینا داریم. الهی همینا خدا در رحمت گیره جاهاشو جنت شوند. الهی ما با امیدوارم که وطن ما همیشه روز به روز در آبادی است. انشاءالله خدا خواهد. البته بسیار سخنی خوب کرده چون که البته انشاءالله آبادی وطن انشاءالله خدا خواهد به همین چیز انشاءاتای خوب بیان انشاءالله آبادی است انشاءالله خدا خواهد. البته همه ما مسلمانان البته اسلامی عزیز هم طرفی خدا خواهد آبادی است. یک نظر به کعبه مبارک کنیم یک نظر به مسجد انشاءالله خدا خواهد رفتین مبارک خدا خواهد مدینه که چقدر زیبا است چقدر خوب است چقدر دیدکش که انسان درنش دوره برمدنی نمیآید. البته همین مسجدای ما خدا خواهد آینده همین خیلی شاید به یاردم خدا خواهد همین ما و شما خلق عزیز به یاردم مسافر و به یاردم انشاءالله
انشالله خدا مهمانای از دور و نزدیک خدا خواهد روزای نزدیک وطن این مسجد ما هم آباد میشد و این وطنمون هم خدا خواهد زیباگی همش همین مسجد است بهترین جاش خدا خواهد انشالله تا جون داریم تا حیات هستیم خدا خواهد برای آبادی این وطن و برای آبادی این خانه خدا همیشه کمر همت ببندیم همیشه انشالله خدا خواهد بار دیگر عزیزانی من صحت باشین سلامت باشین روز از روز من حتی که موی سفیدای عزیزم خدا خواهد انشالله هر روز به تماشای این خانه میآین و دلاشو گشاده میشود و دائم برای حق همه خدا خواهد موی سفیدا همه مسافرها خدا خواهد انشالله در دعا هستن که الله همیشه یعنی پول و ماشین کسب و روز و کاراشون الله سبحانه و تعالی برکت آنه چی مقصد و چی آرزوها داریم الله سبحانه و تعالی در این 2025 سال خداوند ان شاء الله با فیض و با برکات و با مقصدهای حاصل شده و خدا خواهد ان شاء الله امید داریم اگر شما عزیزان دستگیری کنین خدا خواهد ماه سپتامبر یا اکتبر ان شاء الله مسجد به کار فعالیت می‌درفته ان شاء الله خدا خواهد امید داریم خدا ناامید نکنه یک بارم باشه خدا خواهد سر به سجده مونیم یک بارم باشه خدا خواهد این خانه اومده عبادت کردن بختی هر یک فرد ان شاء الله خدا خواهد مسلمان است همیشه صحت باشه همیشه سلامت باشه تا صحبت دیگر خدا حافظی میکنیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته همه شما عمری دراز رزق فرا خداوند کریم اخطر جمله بنده این دولت‌های پیری